تا حالا اصلا برات سوال شده که برج پیزا چرا کجه؟ داستان این پیرمرد 850 ساله برمیگرده به سال 1173، زمانی که هیچ کس حتی اسم آزمایش خاک رو هم نشنیده بود. سازنده ها شروع کردن به بالا بردن برج، ولی فقط بعد از 3 طبقه سازه به یک طرف نشست کرد. خاک زیر برج مخلوطی از رس و ماسه بود، نرم و مرطوب و کاملا نامناسب برای تحمل وزن یک برج سنگی. اما چیزی که اتفاق افتاد تبدیل شد به یکی از عجیبترین واکنش‌های مهندسی تاریخ. به جای اینکه پروژه رو رها کنند، طبقات بالایی رو عمدن به سمت مخالف خم کردند. این کار برج رو از سقوط نجات داد و شد امضای ابدی پیزا. تا قرنها بعد هم نشست برج ادامه پیدا کرد، تا جایی که در دهه 90 احتمال ریزش بیشتر شد. تازه همینجا بود که متخصصها دست به یک کار میلیمتری زدن. خاک زیر بخش بلندتر برج را کم کم بیرون کشیدن تا برج چند سانتی متر برگرده به تعادل. نتیجه پیزا 45 سانتی متر صاف‌تر شد. داستان برج پیزا یه جمله داره: گاهی یک خطای مهندسی اگر درست مدیریت بشه تبدیل به یک نماد جهانی میشه.